رسول الله صلی الله علیه و سلم با خردسالان چگونه رفتار میکرد؟ روایات زیاد از پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها شیرینی میداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی چیزی را به ایشان شیرینی میداد؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حسنین در آغوش خود میگرفتند، جبینشان بوسه میزدند، بر سر یتیما دست نوازش و شفقت میکشیدند و این دلیل بود که اکثریت کودکا رغبت داشتند که با پشت امام مهربانشان که مان رسول الله صلی الله علیه و سلم است نماز بخوانند. در برنامه حاضر پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. اگر به دوران کودکی تان برین، حتما به یادتان میاد که با کاکاهایتان یا ماماهایتان یا برادران بزرگتر از خودتان بازی و سرگرمی میکردین. بعضی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خاطرات خوشی دارن، بلخص و کسانی که مثل حضرت زید و حضرت انس ابن مالک و عبدالله ابن عمر و یا اصحاب دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن دوران یا نوجوان بودند یا کودک بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند که از ما نیست کس که برخورد ما ترحم نکنه و با بزرگسال ما احترام نداشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم با خردسالان خیلی ها مشفق و مهربان بودند و آنها را به حد اندازه دوست داشتند. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه مهربانی میکنند که ما هیچ کس مهربانتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به کودکان ندیده بودیم. او با کودکان صحبت میکرد، با کودکان بازی میکرد و با کودکان شفقت و مهربان بود. کودکان نیز بسیار شوق رغبت داشتند که به مسجد بیایند. دلیلش در کناری که بحث های عبادتی است و والدینشان تشویق ترغیبشان میکردند، گذشته از او یک امام بسیار مشفق، مهربان، دلسوز و امام داشتند که حتی در بسا از موارد به ایشان شیرینی میداد. یعنی به این معنا بعض اوقات میوه هایی که در دسترس رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود با کودکان تقسیم میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم کودکان با کلمات و عبارات بسیار زیبا می نواخت. مثلا به برادر حضرت انس ابن مالک از او کوچکتر بود، همیشه چون او را میدید حضرت انس ابن مالک میفرماید، میگفت که یا ابو عمیر ما فعل النغیر، ای ابو عمیر با نغیر چی کردی؟ نغیر یک چوچگک پرنده بود که برادر کوچکتر انس ابن مالک با او بازی میکرد، از او حفاظت حراست میکرد. حتی این پرندگک زمانی که میمیره رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد عمیر میره و برش میگه که ما فعلا نغیر، نغیر چیکار کرد؟ تو با نغیر چیکار کردی؟ یعنی چی شد؟ نغیر چیکار کردی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی شخصیت این چنینی داشتن که به خاطر اینکه این کودک دلخور شده از مردن این پرنده، پیامبر صلی الله علیه و سلم را میرفت، مینواخت، در آغوش میگرفت و نوازش میداد. چرا چنین نباشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانست که کودکای امروز بزرگسالان فردا هستند. اینا اصحاب شدن که از جمله علما بود. مردم از اطراف اکناف جهان برای پرسیدن آنچه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم از احادیث شنیده بودند و همچنان در باب تفسیر آیات کلام الله مجید به ایشان مراجعت میکردند و این اصحاب خردسال بعد این علوم به تابعین و تبع تابعین و از آن بدتر انتقال دادند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به دیده حرمت به اینا نگاه میکرد و والدین اینا نیز دوست داشت که کودکان خدا نگرفته به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را در آغوش بگیره، اسم بگذاره و همچنان تهنیک کنه. تهنیک، پیامبر صلی الله علیه و سلم خرما را میگرفت، در دهن مبارکشان نرم میکرد، بعد به کام کودک میچسباند. اکثریت کودکان در دوران رسول الله صلی الله علیه و سلم همان کسایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اونا نام انتخاب کرده بود. مانند عبدالله اسم فرزند ابو طلحه رضی الله تعالی عنه بود که به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم او را بوسید و اسم بر سر از او گذاشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضا با کودکان حبشی صحبت میکرد، کوشش میکرد که زبان اونا را یاد بگیره یا با لهجه اونا صحبت کنه. کودکان میخندیدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم
بر آنها دست نوازش می کشید. شیوه دادن شیرینی رسول الله صلی الله علیه و سلم به کودکان چگونه بود؟ زمانی که میوه های مدینه می رسید، هر کس کوشش می کرد که بهترین قسمت از اون میوه ها را جمع آوری کنه، از اون ثمرات جمع آوری کنه و به رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک هدیه و عطیه بیاره. زمانی که این میوه های شیرین به رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسید، پیامبر گرامی اسلام کودکایی را که در مسجد می بودند با اونا حساب می کرد، اونا را می خواست و دست نوازش بر سرشان می کشید و اون میوه های شیرین به اونا می داد. این بود فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم با سایر کودکان. اما در ارتباط به نواسه ها یا فرزندان خودش چگونه بود؟ حسنین به حد اندازه می نوا، خیلی دوستشان داشت. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این دو را در آغوش می گرفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفت که پروردگارا، من اینا را دوست دارم و هر کس که اینا را دوست داشته باشه تو اونا را دوست داشته باش. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مهربانی میکنن که روز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به خانه ما، به منزل ما تشریف آوردن و گفتن که افم لکیع. لکی یعنی بدین معنا خورترکش کجاست؟ مرادش حضرت امام حسین علیه السلام رضی الله تعالی عنه بوده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت امام حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما را در آغوش می گرفت، برشان بوسه می زد، آنها را نوازش می داد و می گفت که این فرزندکم، اشاره می کرد به حضرت امام حسن، سید است، سید قوم است. امیدوار هستم که الله متعال با واسطه این فرزندکم میان دو طایفه از مسلمانان صلح برقرار کنه، که بعد شما میبینین بعدها حضرت امام حسن لفظ در سنه 39 و 40 هجری بین دو طایفه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم با حسین، حسن رضی الله تعالی عنهما و همچنان با زید و اصحاب دیگه که در آن دوران خردسال بودند، آنها را مورد نوازش قرار میداد و همچنان امامه را مورد نوازش قرار میداد و بعض اوقات به سر شانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم بالا می شدن و همان طوری که ما در برنامه های قبل گفتیم، حتی از منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم پایین می شد و آنها را در آغوش می گرفت. اما گذشته از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم به یتیمان توجه خاص داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس با یتیم خوش رفتاری کنه، او را تربیت درست کنه، بهترین خانه ها این خانه است و در منزلی که با یتیم بد رفتاری میشه و او تربیت بد میشه، بدترین منزل ها امان منزل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابودردا رضی الله تعالی عنه میفرماید که اگر میخوای قلبت نرم شود، یتیم نوازش بده، او را ببوس، به خود نزدیک کن و از طعام خودت به او بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بودند، ایتام می نواختند. مثلا در رابطه با یتیم های جعفر ابن ابی طالب، رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را در آغوش میگیره و سرشان بوسه میزنه. روز رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت امام حسین و حسن در حالی که در آغوششان است، آنها را بوسه میزنه که مرد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میبینه و چون در آن دوران سبحان الله این فرهنگ و این کلچر نبوده است که مردم کودکای خود در بین عرب ها بوسه بزنه، یعنی یک امر غریبه بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم که حسنین بوسه میزنه، این مرد میگوید که یا رسول الله شما اینا را بوسه میکنین، من 10 فرزند دارم و هیچ کدامش بوسه نمیکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من چی بگویم به مرد که الله متعال در قلبش مهربانی قرار نداده است؟ بله، بوسه کردن، نوازش کردن و دست شفقت بر سر یتیم ها و کودکان کشیدن نشانه رحمت الله متعال است که وارد قلب این بنده شده است. السلام علیکم. دوستان عزیز، اگر شما میخواین که برنامه های اسلامی را حمایت کنین، ما هم به حمایت معنوی و هم به حمایت مادی شما نیازمند هستیم. بدون شک ثبت برنامه ها هزینه نیاز داره و ما باید برای تبلیغ اسلام و شناساندن شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه را مطابق به عصر حاضر که خیلی زیبا و جذاب باشه تقدیم شما کنیم. پس به حمایت مادی و معنوی شما نیازمند است.